تمام مردم انتظار آن را داشتند که اسماعیل سامانی با آن شمشیر بزرگش که آهنگران تاجیکان ساخته بودند کله‌اش را میگیرد. سلام و روز شما بخیر باشد. تاریخ خلق تاجیک و یکی از قصه هایی که برای شما میخواهم بکنم و برای هویت ملی ما بسیار مهم هستند. دوستان عزیز، میرویم به دور اسماعیل سامانی. اسماعیل سامانی امیر تاجیکان و یکی از نفرانی که اولین شده هویت ملی ما را برداشت و برای ملت ما خدمت‌های زیادی کرد. یک نقل خوبی برای شما دوستان عزیز میکنم. جنگ ها در بخارا ادامه داشتند، شپاشپ ادامه داشت. چی شپاشپ بود؟ چی جنگ بود؟ این مبارزه اسماعیل سامانی با برادرش بود. جنگ ها ادامه داشتند و وقتی که برادر اسماعیل سامانی را به پیش سامانی آوردند، به پیش امیر تاجیکا، بسیاری ها انتظار داشتند که امیر صاحب کلش میبره. اما فراموش نباید کرد که برادر اسماعیل سامانی را بسیار خدمت هایی کرده است. نه اینکه آدم بد بود، اما یک کاری که اسماعیل سامانی خوب درست نمی شناخت و دوست نمی داشت، به خاطر همون جنگ ها شروع شدند که از طرف خلیفه عرب از طرف خلیفه مسلمان ها که در عراق بود فرمان شده بود که از مردم باج زیاد بگیرن. اما امیر اسماعیل سامانی که خود یک نفر مردمی بود و هویت تاجیکی را بسیار دوست می داشت و نخواست که مردم تاجیک زیاد باج بسپارند، ناراضی بود از این کار و جنگ ها شروع شدند و در این جنگ اسماعیل سامانی پیروز شد. وقتی که برادرش را به پیش اسماعیل سامانی آوردند، بسیاری ها انتظار بودند که کلش میگیره. تمام مردم انتظار آن را داشتند که اسماعیل سامانی با آن شمشیر بزرگش که آهنگران تاجیکان ساخته بودند کله‌اش را میگیرد. اما یک کار تاریخی کرد اسماعیل سامانی که برای تمام ملت ما برای هزار ساله ها درس خواهد بود که همه ما و شما باید این را بیاموزیم و بدانیم. به خاطر احترام برادرش احترام کرد و از پیش خیست. گفت برادر جان، من راستی در گپ وقتی که گپ میگم به خدا که امی اشک چشم میریزه. وقتی که برادرش لرزان آوردن به پیشش، اسماعیل سامانی یک گپ تاریخی گفت که در یک کتابخانه در آلمان من هم گپ تاریخی را پیدا کردم و نشستم و خواندم و بسیار فکرهای در سرم آمد که هویت ما هویت بزرگی هست، این را نباید فراموش کرد. هویت ما هویت بزرگی هست. خب از احساسات بیرون میشیم و گپ دوام میدیم. حجره اسماعیل سامانی در آوردند. انسان ها همه انتظار بودند، غوغا بود در شهر، در گوشه های دنیا خبر رسید. اسماعیل سامانی کاری تاجیکانه کرد که برای تاریخ ما این مهمترین کاری هست که در تمام دنیا، در تمام کتابخانه های بزرگ دنیا شما می توانید این تاریخ را پیدا بکنید. گفت برادر جان، احترامی تو در جاش است. تا وقتی که زنده ای تو کلانتر هستی. تا وقتی که زنده ای متر دست نمیزنم. تا وقتی که زنده ای تو در بالای ما حق داری. ای برادر، من هر کاری که کردم به خاطر ملت بود، به خاطر هویت بود. چون خلیفه که در بغداد نشسته بود مردم را در حقیقت خسته کرده بود، چون جنگ داخل در داخل داشتن و از این طرف مردم ناآرام بودن و یگانه امیدی مردم امیر اسماعیل سامانی بود. و این کار تاریخیه که امیر اسماعیل سامانی 1000 سال پیش کرد برای دنیا درس شد. اولین نفر در تاریخ دنیا، فرزند تاجیک، امیر اسماعیل سامانی برادر خود را بخشیش کرد و گذاشت که باز هم کلانتر باشد. بیاموزید دوستان عزیز، ما که امروز درباره هویت ملی صحبت میکنیم، این گپ‌های هوایی را نمیگیم برای شما دوستای عزیز.
اگر می خواهید که هویت ملی را بالا ببرید، اگر می خواهید که ملت در آینده انسانهای بزرگ به دنیا بیارد، باید که هویت ملی رو مستحکم کرد و آن مستحکمیتش با علم باید باشد و این هست آن هویت تاجیکی که من درباره اش صحبت می کنم. دوستان عزیز، که ملت و هویت بسیار مهم هستند. ما جوانها، ما نفرانی که آینده این ملت هستیم، باید برای پیشرفت هویت خود و برای پیشرفت کشور خود کوشش بکنیم. امیر اسماعیل سامانی بر ضد اسلام نبود. امیر اسماعیل سامانی خدمت‌های به اسلام کرده است و علم تاجیک، فرهنگ تاجیک از همان زمان شروع شد که اسماعیل سامانی ملت را به نام تاجیک نام گذاشت، تاجدار. و این را باید فراموش نکرد که ملت ما 3 عصر توانستند، 3 سده توانستند که در خراسان و ماورالنهر و تا نزدیکی عراق را و حتی امیر تترستان به امیر اسماعیل سامانی نامه نوشت. گفت ای امیر اسماعیل سامانی، ما میخواهیم که در طی فرمان روایی تو باشیم. ما درباره یک هویت صحبت میکنیم که 1000 سالها ریشه کرده است و دارد. ما درباره یک هویت صحبت میکنیم که هزارها کتاب و هزارها چیزهای خوبی برای انسانیت تهیه کرده است و بخشش را پیشه بگیرید، برادران خود را ببخشید. امروز که من در اینترنت میبینم دیگر غرمی و کلابی بس شده است، همه میگویند که ما تاجیک هستیم. خدا را شکر. انشاءالله که ملت عزیزی ما، ملت عزیزی من دیگر خطایی نخواهد کرد و همدیگر را نخواهد بد دید و شما روزهای پیروزی این ملت را انتظار خواهید بود و هر زمینی که از دست ما و شما رفته است، آن زمین به ما و شما بر می گردد. مثل همان اسبی که صاحبش را دوست می دارد و همیشه به پیش صاحبش بر می گردد، در کدام بلندی که نباشد، چیش سبزه‌ای در پیشش نباشد. خواسته من از شما عزیزان این هست که بیاین یک جایگی درباره هویت خود، تاریخ خود صحبت بکنیم. اما امیر اسماعیل سامانی یک صحبت تاریخی کرد که در تاریخ جهان ثبت شده است و اولین پادشاه است که برادر خود را بخشیده است و باز هم در تخت پادشاهی برادر خود تا وقتی مردنش گذاشته است. این تاجیک است برادران عزیز، این تاجیک است. اینا گپی هوایی نیستند. در هر تاریخی می توانید این را پیدا بکنید. من هر وقتی که در کتابخانه ورق می زدم و می خواندم تاریخی دولت سامانی ها را، در حقیقت خوشحال می شدم که چنین مردانگی در خون این ملت هست، چنین مردان این ملت تربیه کرده است که برای جهان درسی بخشش را آموختند، درسی برادری را آموختند. در زمانی که پادشاهان دنیا فرزندان خود را قتل می کردند، حتی خلیفه های عثمانی برادران خود، فرزندان خود را قتل کردند تا اینکه صاحب کرسی شوند. اما امیر اسماعیل سامانی برای انسانیت درس بزرگ آموخت. ما ملتی دیپلماتیک هستیم، ما ملتی هستیم که همیشه میگوییم و میفهمانیم، اما اگر همان روزی که کاسه صبر ما بلب آمد و جوش زد، دشمنان باید خوب بهراسند که ما به هیچ کسی بخشش نخواهیم کرد. ما ملتی صبور هستیم و همه این را میدانند و تمام جهانیان نیز از این باخبرند. انسانهایی که درباره ما یک ملت بر همین تاجیکستانی حاضره فکر میکنند، خطا میکنند. ما یک ملت هستیم که خون پادشاهی را داریم. ما یک ملت هستیم که 300 سال پادشاهی را در آسیای میانه در دست داشتیم که حتی امیری بغداد
به امیر اسماعیل سامانی نامه نوشت، گفت اسماعیل جان، اسماعیل جان حبیبی، تو میتوانی که تمام آسیای میانه را در دست بگیری، اما خواهش میکنم که من دست نزن. خلیفه چقدر قوت داشت. این هویت ملی از دوستان، این هویتی هست که ما باید برای این هویت بفخریم. این هویتی هست که پدران ما، گذشتگان ما تا امروز برای ما و شما آوردند و ما باید دوامگر این باشیم و ما باید فکری بزرگ داشته باشیم که برای آینده ملت خدمت‌هایی خواهیم کرد. در آخر برای همه شما دوستان عزیزم بردباری را تمنا دارم. همه شما ساق و سلامت باشید دوستان عزیز و خواهشی من از شما این هست که دشنام و حقارت در کامنتری ها ننویسین، چون تاریخ گواه خواهد بود و فرزندان شما این حقارت های شما را خواهند خواند و از شما خواهند شرمید. هر کجا که نباشید انسان، مسلمان و تاجیک باشید. خداحافظ.